درود خدمت دوستان و همراهان گرامی کانال یزوز لایف. طبق روال روزانه امروز هم با یه تیکه از آیات آموزنده کتاب انجیل مقدس عیسی مسیح خدمتتون رسیدم. آیه امروز از کولوسیان باب 1 خدمتتون تقدیم میکنم. برتری مسیح. او صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شده است، آنچه در آسمان ها و آنچه بر زمین است، دیدنی ها، نادیدنی ها، تخت ها، فرمانروایی ها، ریاست ها و قدرت ها، همه به واسطه او و برای او آفریده شدند. او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد. او بدن یعنی کلیسا را سر است. او سرآغاز و نخست ساده از میان مردگان است، تا در همه چیز برتری از آن او باشد، زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود و به واسطه او همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین با خود آشتی دهد و به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. آمین. در پناه دستان مسیح باشید.